سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالم برای پارت دوم وان بلاک. امروز می‌خوایم خیلی کار رو انجام بدیم. یکم زمین رو صافتر کنیم. 2 خونه درست کنیم. 3 برای خودمون یکم غذا درست کنیم و اینا. و 4 برسیم به دایمن. خب آماده باشین لایک دنبال کنن یادتون نره. بریم به ویدیو. خب الان میگیم این از کجا آورد؟ این من رفتم تخت آوردم، پس بیارم برای تخت. اینا دیدم گفتم زیاد بذار یکم بکنم بیارم. خب حالا ما باید امروز یکم جا زیادتر کنیم، بعدش خونه بسازیم، مزرعه، بعدش هم دیگه رسیدن به دایره. خب ما یکم بکنیم. چیه خواستی نمید. من فکر کردم از بریم اونجا بدم. لایک هاتون خیلی اصلا اونایی که زیادتر نگاه میکنن اصلا لایک نمیکنن، نگاه میکنن و میدن. برو برسیم. یعنی خیلی عذاب تا برسم تا اینجا. برای خونه یه فکر من تو ذهنم، گفتم بذار بیام از این ور یا از این بود بمیرم والا از این بلوکا واسه برم نه از اینا ها، از اینا ما برای آجر این باشون آجر میتونیم درست کنیم. خیلی استاکی زجان کنم. خب فکر کنم کافیه. من یادم نمیاد، فکر کنم اینقدر کافی باشه. الان والا من چیکار کنم؟ افتادم. وای واسایلام افتادم. Sajjad Musavi fell out of the world. افتادم. من چیکار کنم؟ من دارم یه کمی یه دونه اوکی بازوری چکان نداره جوری برام بیا نه جلو رفت که زنبی نیست. نه هست. نمیتونم این توازن من بردارم. باش یه من دیگه چطور بزنم؟ خدا چکان نداره. شما لایک کنه انرژی میگیرم. میرم بالا پایین. خدا
پارت یک اینطوری نبود. خدا رو چکار کنم. احتیاج دارم هم به سنگ زیاد. 3 تا دونه سنگ. کریپر. دیدی به درک ما رفتیم. بیا. خدافزی با بودی باید بکنم. خدا حالا بهتر شد. یکم صدا زیاد. چوب خدا شکر. 4 تا دونه. زود باش بشکن. تا این تری میشکن شما لایک کنید دنبالم کنید. خسته شدم. من چیکار کنم خدا؟ باید یه بار دیگه از صفر وسایلمو جمع کنم. نمیدونم باید شما یه تطبیق بازرگان نگاه کنین و تا من اینو بشکنم. بچه‌ها چی شد؟ خب من رفتم اینجا پشت آوردم دیگه، چوب آوردم اینا تا دیگه زودتر کارم بهتر بشه. خب حالا من احتیاج دارم بدون تخت دیگه، اگه خواستم بمیرم چیک پوینت بشه. میخوام وای رنگ سفید احتیاج دارم. برگردمش کنم برمیگردم. تو چه میدونم؟ من خواستم اینو اینجا بذارم که نمیشه. اگه بچه الان باید که من اینو بشکنم باید وایسه دیگه. چیزی بد میره، چیزی خوب میاد. رو طرف بجوریم اینجا استوب، اینجا استوب، اینجا میریم اینجا استوب. دیگه هکر شدم بچه ها. یا خدا وات پس نتون رفتن رو هوا مالا. وای نزدیک بودو. حالا استوب. حالا برو استوب. برو استوب.
اوکی برو استوب هوک اوکی هوک باحالم شدم. خب هوک ما به تو نیاز داریم. آده نکشم بدم بله آفرین گیر دارم. خب پیشم دارم. خب حالا خوک عزیز بیا دنبالم که کار زیاد داریم. بیا اور نترس چیزا دیگه نترس. حالا بیبر نیفتی جونو بدبخت بشم. بیا نترس. اوکی حالا دیگه باید داره میاد. تا وقتی که صدا هست زنده است. هویج ندارم کار میکنی دیگه بیا بالا. نیفتی خودم نیفتم. برو بفرم اینم خونه جیدته. برو اشتغال کن تا من Respawn point set. You can only sleep at night or during thunderstorms. ماینکرافت چه اینطوری شده؟ چه صدا میده؟ You can only sleep at night or during thunderstorms. You can only sleep at night or during thunderstorms. مسئله مورد زیاد کمیاب همونو بزنیم اینجا. وای سرمیم سکن. اوکی یه کمی چوب بده. خب بعدش هم اینو یه دونه اینطوری میکنیم. بهش اینم یه اینطوری میکنیم. بعدش تر خوبه چوبگیرون اومد. خیلی وقت چوبگیرون اومد. حالا چوبگیرون اومد. خب لپیزا برو بر چون پیکسل زنه برو بر. بودو چه آبی میشه. روی آرونی بده دیگه. آبا دیگه آرون ستا گیرونه. بچه فکر نکنم بتونیم بریم بالا ها. اوه آرون اصلا هیچی. فکر نکنم دیگه آرون گیرونه. بیا تو نزدیک دایمندیم. اوکی یکی گیرون اومد. دو تا گیرون اومد. بدشم دیگه اینجا. یکی دیگه هم گیرون اومد. لایک کنید. من بخوابم.
اینجا بسته دیگه. آره نه بابا شوخی میکنم. حالا میریم برای ساختش. شما میرین من میرم خونه رو میسازم. من داشتم درست میکردم خونه داشتم چوب میکردم تا چوب گیرم بیاد. یا چشم بیچی آبی خورد. اولین دایمندمون گیرمون. حالا میگه چرا خونه نشونونی هنوز آماده نشده. یه تیکش از اون نشون میدن. یه خونه عادیه دیگه. یکی دیگه Let's go. بچه اولین دایمندمون رو گیرمون اومد. 3 2 1 اولین دایمندمون. این دایمندمون داد جست. خب اگر تونستم دیگه خونه رو دیگه نمیبینید. خب دیگه برین یه تبلیغ دیگه هم نگاه. خب بچه رسیدیم دیگه به آخر ویدیو. خونه هم درست کردم. حالا نشون میدم. وایسین اولای بازی که من مردم فول آیرون بودم. حالا اگه ببینیم فول چیه؟ 1 2 3 فول آیرون هم ها. فول دایمندم. خب این هم از خونه خوبه. یعنی دیگه درست میشه. اینا تخت و اینا گذاشتم. یعنی تحت خودش عالیه. خب دیگه من بتونم رسیدیم به آخر ویدیو. لایک دنبال کردن همه چیاتون نره تا زود خودمون برسیم به چند نفر بتونیم. و یک ویدیویی هست داخل کانالم برین نگاش کنید. میخوایم میدونه سرور درست کنیم. خب خداحافظ.